به نظرتون با این ناخونا میشه میکاپ کرد؟ معلومه که میشه، چرا نشه؟ اول یکم ناخونامو ببینید، بعد بریم سراغ میکاپ کردن باهاشون. خب مرحله اول کرم پودر. خب راحت دیگه، کاری نداره که. قسمت بلند کردن میذاره اینجوری ناخونا میره تو صورت. چرا دارم این کارو میکنم اینجوری؟ آره بیا. اینم درست شد، اینم راحته. قسمت کانتور کانسیلر هم که اصلا سخت نبود. ببین میکاپ کردن باهاش واقعا اوکیه، فقط قلق میخواد. ناکن من ناخونام رفته این تو به جای اینکه انگشتام بره. حتی خط چشمم من میتونم بکشم. کیفیت موژه هاشون حرف نداره. اینم رنگ قهوه‌ایشه که ببین روی چشم واقعا خوشگله. جوری که موژه روی صورت و میکاپ تاثیر داره، عملای زیبایی نداره. چشا رو نگاه، موژه رو نگاه. او مای گاد، خیلی خوشگله. واقعا دوستش دارم، هم ناخونامو هم موژه. وای من، وای من. خلاصه که میکاپ کردم با این ناخونا واسه من اصلا سخت نبود. این ناخونای من کاش نیست. ناخون مس میگن، البته میدونم که اصلا متوجه شش اینجا انگار واقعا کاش کردم. یه مدلی گشم دارم و قیمتاشو مثلا نگم واسهتون چقدر اقتصادیه. با طرح و رنگ و سایز مورد دلخواهتون میتونید سفارش بدین. قیمتاشون واقعا اقتصادی، دارم جدی میگم. ندید شب عیدی تو رو خدا تو من پول کاشت و ژلیشو اینا بدید. اصلا هیچ وقت ندید. اینا بگیرید، اگر درست روی ناخوناتون قرار بدین تا 3-4 هفته واسهتون میمونن و میتونید عوضش کنید دوباره بذارید. اینم که دیدین چقدر خوشگله رو چش. ای خدا، پکیجینگشون واقعا کامله. پیجشو واسهتون تگ میکنم، برید کلی خریدای جیگینگ کنید و دافشید. فعلا